سلام، ما داریم میریم یه جنگل نزدیک و میخوایم اونجا قهوه بخوریم، صبحونه بخوریم. من تازه بیدار شدم و میخوایم که بازی هم بکنیم. گفتم که برای شما هم فیلم بگیرم. سلام، حالت چطوره؟ بشین دیر شد. بشین. چرا دیر شده؟ هیچکی نیومده هنوز. من دیرم شد. ببین بازیمون رو شیر و نون توستم شاید جواب باشه. کنسرو هم میتونی بگیری یا گاز؟ من قراره امروز حسنان تو بدمینتون شکست بدم. فکر نکنم. میخوام امروز یاد بگیرم و یه احساسی بهم میگه که من قهرمان بدمینتونم. مالین قد کوتاه نمیتونم بدمینتون. خب من قدم کوتاه نیست. خب اونا نمیبینن تو فیلم، چرا میگین؟ تو فیلم ها من اصلا نمیاد. شکیرا آقا، من هم قد شکیرام. شکیرا قد کوتاه، شکیرا بده نه. حالا بد شدم از سیگار کشیدم. دروغ داره میگه. تو تازه از خواب بیدار شده، هنوز مغزت کار نمیکنه، اونجا گشنت میشه. تمه درست میگه. به خاطر اینکه اونجا تو به هوای خواهر بزرگترت هستی. اما گو بخورم. گل بی گدون میشه چه اشتباهی میکنه هر کس باور میکنه. زن و بچه کلبه کچل. خب من و کیهان میخوایم با من جریمه اون آشپزی بپریم تو این جوبه. همین پاتم بذاری تو، من راضی ام. برای چی؟ خب پام خیس میشه. باید یه جا ناراحت بشی. برو دیگه. نمیرم. همش خواهر بزرگوازی در میاره، اعصاب آدم خورد میکنه. انقدر که واسه ویدیو قبلی به من گفتین که معتادم و اینا، اومدم جنگل ورزش کنم. و اینو در حالی میگفتش که سیگار تو دسته. همیشه وسایل خودتون رو به حسنا بسپارین. حسنا خیلی خوب وسایل رو حمل میکنه، خیلی خوب ازشون نگهداری میکنه. به به، رودخونه ای که دیگه خوش شده دیگه، تموم شده. داریم میریم بالا که یه جایی شبیه بیش از شبیه دشت پهنه همینطوری. داریم میریم اونجا، ولی ببین که چقدر اینجا خوشگله واقعا. وای خیلی خوشگله و از این مسیر ما باید بریم بالا تا برسیم به اونجایی که شبیه بیش است. امروز جمعه است و روزای جمعه روزای جمعه همیشه خیلی اینجا شلوغه و امروز هم احتمالاً همینطور خواهد بود. ولی دیگه اومدیم دیگه. 2 مرد با یه دونه موتور الان سمت راست من دارن قلیون میکشن. یه 6-7 تا مرد دیگه با چند تا موتور دیگه سمت چپ همن و اونا هم دارن قلیون میکشن. و دقیقا پشت سرم 2 تا دخترن که دارن قلیون میکشن. ببین واقعا بهشته. تشکل خب نظر بده. چی؟ بریم اونجا. خب کی میگه بریم اون بر؟ کی میگه بریم اونجا؟ اونجا که خب یه سری مردن. خب میگه بریم اونجا. جوری که دیده نشه. ولی خب صدامون میشه. بچه ها مردای جالبی نیستن. اینجا که بالاخره
حوصله‌شون زیاده. عمرن برسه. نرسید خداش. کمی داره از کیفاش عکس میگیره. ببین واقعا همیشه آدم باید به فکر کارش باشه. چیه الان ما اینجا آمدیم عللی تللی؟ چت شده؟ هیچ وقت never forever مانلی جنگل رو دوست نداری؟ پر از حشره. همه جا پر از حشره است، همه طبیعت ها. میبینی؟ وحشتناکن. اینا رو داری میگی؟ این همه هرس و جوش برای اینا، این کوچولوهای بیازار. آره اسکول. ببین چقدر کوچولو هن. آخه بزغاله. آخه بزغالن. آخه همشون بزغالن. کوناشون رو نگاه، چه کونایی دارین، چه کونای قشنگی دارین. کاش منم بزغاله داشتم. من اومدم در جستجوی تمشک. اینا چقدر کوچولو و نازه. تمشک این چیزه، تمشک بی خودیه. خیلی خوشمزه است. الان این گلا دوباره تمشک میشن کوروش؟ آره. همین هر دونه از اینا میشه مغز توی تنش. گیهان چشت چی شد؟ افت کرده، خیلی بد شده. افت کرده. آره حساسیته. واسه دیگه همه اومدن و هر کی درگیره یه کاریه. جان تولد مبارک. مانلی میدونستی بهترین تولد زندگی من بود دیشب؟ آره همه چیز راضی کننده و خوشحال کننده بود، هیچی اعصابم خورد نکرد. بعد تازه قبل از تولدم بهترین پرنگدره زندگیم هم رفتم، چون به خودم قول داده بودم که نذارم هیچ چیز زیادی منو ناراحت یا عصبانی کنه. گوسفند مانه. دو بردم با جوجه مرغ. مرسی ترشی. حرفه‌ای شدم به خدا. مانلی فکر کنم درست تعریف حرفه‌ای رو هنوز نمیدونی. برای توضیح بدم. خیلی اسکاله. مانلی موفق شدی. دادنت خوب شده، حالا باید فقط جواب دادنت خوب بشه. یعنی یه سری حرکات مستهجن انجام میشه. بدمینتون قاطی پاتی. ببین بوی عرقی که تو فضا پخش شد. اصلا من به گل میدم. نه بوی اصلا عرق نمی‌فهم. امکان نداره. ببین بیاین تو حدس بگیر. من این کار نمی‌کنم. بیا نه بابا بکن دیگه. یک به امیر نگاه کن. آره دیگه به امیر یک فوش بدی. میدونی چقدر آشغال جمع کرده تو جنگل؟ انقدر آشغال جمع کرده. میدونی دست چه چیزایی زدم؟ نمیدونی، شاید هم میدونی چون خودت انداختیش.
گرمته؟ چشاتو خب چرا بستی؟ Jack Diamonds, Jack Diamonds, well, I know you. You're on my forepath. You're my gal and I'm your fella. Dress up in your frock up yeller. I'll look swell, but you look sweller. That کجا میخواد پخش شیم بعد اینجا نمی‌کنیم امیر خوب میزنم. مانلی هم تو این کار بهترینه، هم تو بدمینتون بهترینه، هم تو مسابقه 2 بهترینه. چرا اخ میکنی؟ ما داریم برمیگردیم. گوسفندا دیگه خیلی بهمون نزدیک شدن واقعا. ما داریم برمیگردیم. دست تکون بده یکم شادی کنیم. میذارم تا الان هستی توش. خداحافظ. بابا چقدر بیجونی. بابا خداحافظ. 1 2 3 میگم جیغ بکشید. 1 2 3. بریم مردم بد نگاه